بریم واسه یه سفر 1 روزه خیلی دوست داشتنی خانوادگی و پرخاطره. اول صبحمون رو که با خوردنی شروع کردیم، اونم چیزایی که هر کسی درست کرده بود، مثل شیرینی، حلیم و خیلی چسبید. بین مسیر ایستادیم، یه جا صبحونه خوردیم. اینجا که بچه‌ها به ماشین سنگ دادن، گفتم برامون بوق بزنیم. از حلیمه باقی مونده توی ظرفم این اردک اومد حسابی غذا خورد. اینم لوکیشن مقصدمون، یه جای بکر فوق‌العاده ساکت و زیبا. من خودم ترجیحم برای مسافرت، حالا چه مسافرت‌های کوتاه 1 روزه مثل این و یا مسافرت‌های حتی طولانی‌تر، بیشتر روستاها و جاهای خارج از شهر، جاهای بکر، ساکت و جایی که تردد ماشین و آدم‌ها خیلی کمتر باشه. بعد از رسیدن ما همیشه اولین کاری که میکنیم آتیش درست میکنیم، چه برای چای چه برای کباب، و سعی میکنیم همیشه یه گوشه‌ای باشه که به درخت‌ها آسیب نرسه و از شاخه‌های خشک بلا استفاده میکنیم. اینجام که گفتم از فرصت استفاده کنم و یه حمام آفتاب خوب بگیرم. اینو یادتون باشه، همیشه آدم خودش تصمیم میگیره که بهش خوش بگذره یا نه. سلام. خودت باید سعی کنی که از مسافرتی که میری لذت ببری، لحظه های قشنگش رو ببینی. خیلی حس خوبیه. اینجا باید یه دونه عکس من بگیرم، برای عکس قشنگه. بعد از تقریبا 1 ساعت برادرم هم اومد بهمون ملحق شد. گاهی اوقات به من میگن چجوری با خانواده بهت خوش میگذره. خب معلومه که بهم خوش میگذره، به خاطر اینکه خانواده‌مو دوست دارم، خواهرزاده ها و برادرزاده هامو خیلی دوست دارم و واقعا از اینکه کنارشونم لذت میبرم. درسته مسافرت با دوستا هم خیلی خوبه، ولی هر کدوم یه لطفی داره. با خانواده یه جور خوش میگذره، با دوستا هم یه جور خوش میگذره. زندگی خیلی کوتاهه و برای شما صبر نمیکنه تا میتونید از لحظه های کوچیکش هم لذت ببرید. بابت هر چیز کوچیکی که توی زندگیتون دارید سپاسگزار باشید.